ای سید ما، ای مولای ما اونچه باید بکنیم انجام میدیم، اونچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما. تا چراغی در میان این شبستان روشن است، تو تنور نان گرم مرد چوپان روشن است. شک نکن قصد پلنگ تیز دندان روشن است. امشب از داغی دوباره چشم ایران روشن است. یوسفی رفته است داری وضع کنعان روشن است. تک سواران تیز میتازند در صحرا هنوز، از تلاطم باز ننشسته است این دریا هنوز. آتشی پیداست آن سوی بیابانها هنوز، باز شمعی کشته شد با دست شب اما هنوز. این شبستان کهن با نور ایمان روشن است. بارنا جرأت ما را سر و سامان بده، انقلابا مشق هوشیاری به فرزندان بده. قهرمانا در دل میدان به ما جولان بده. رهبرا من مصطفی دیگرم فرمان بده. بارنا جرأت ما را سر و سامان بده، انقلابا مشق هوشیاری به فرزندان بده. قهرمانا در دل میدان به ما جولان بده. رهبرا من مصطفی دیگرم فرمان بده. یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص تبیین است، حقایق را روشن کنند بدون تعصب، بدون حاکمیت تعلقات جناحی و گروهی و این حرفا. کی به اندک بادی اقیانوس لرزان می شود، کوه کی با یک خراش ساده ویران می شود. عاشق رفتن کی از رفتن پشیمان می شود، کی میان ابرهای تیره پنهان می شود. آسمان ما که با خون شهیدان روشن است. مرتضی تا بود کارش خیر شیدایی نبود، مجتبی میگفت دیدم غیر زیبایی نبود. شد پشیمان هر کسی اینجا زلیخایی نبود. مصطفی هم رفتاری او همین جایی نبود. مردهای من را آغاز و پایان روشن است.
هوایی دیگرم فرمان